سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم که با هم دیگه بدوارز بازی کنیم و تا موقعی که وین نگرفتیم ویدیو رو به پایان نمیرسونیم. چه راجع به ریسورس که نمیتونستم بزنم و خودم فهمیدم که چرا. خاطر ورژن بازی و الان ویدیو رو می‌خوایم بریم ببینیم. توی ورژن 1.8.9 دارم بازی میکنم. و بچه‌ها اکثر ریسورس‌هایی که واسهتون زدم این مچ رو توی این مچ ها واسهتون زدم و واسهتون روی صفحه میارم و آی پی این سرور هم واسهتون میذارم تو دیسکریپشن. لایک، کامنت، سابسکرایب بهتون نره. بریم سراغ ویدیو. Let's go. اوکی، اومدیم دست اول و جنریتورش سریع خوبه. جنریتورش سریعه. خواست بیاد منو بزنه، بتونه بیاد منو بزنه. اوکی کن بیجو سطح بیجو یک ایرانی. جدی میفرمایی؟ داشتان AFK'یه. اوه اوکی اوکی اومدیم مچ دوم. نمیخوام راجع به مچ اول حرف بزنم اصلا. و اینم جنریتورش سریعه. یه چکی فقط من بکنم چقدر بلاک میخواد. اوکی یه 40 تایی میبره، 48 تایی بخریم میبره. البته من اول آخرش که میخوام یه اندازه بخرم. جدی میفرمایی؟ چجوری دستم خورد سورد سنگی خریدم؟ عجیبه. نامردی بود. امیرم میبینم رسیده اینجا. نکن بدمونه اوکی وید شد. میتونیم حداقل بدمونه یه دفندی بدیم. نه دفندمون. خب بریم بهش راش بدیم، پیداشو بزنیم. البته مثل مچ پیش البته دوست ندارم بشه. اومد بالا سرمون. امیدوارم وید شد. وای شت وای بدم رفت. جدی میفرمایی؟ بده بزن دیگه. بدم زد. اوه چقدر لگه. بوده یه آیرون سورد بگیر. خب بیا اینجا. اوکی اومدیم به مچ بعدی و اصلا نمیخوام راجع به مچ های قبلی حرف بزنم. امیدوارم امروز این مچ رو بتونم وین کنم. دوباره جنریتورش سریعه. کلا این سرور جنریتورش خیلی سریعه. جدی میفرمایی؟ بلو هست اصلا تو بازی هست. خب ما باید بریم واسه بلو. خب بلو AFK خدا رو شو که واسه ما خیلی خوبه و اسپید بریج مدل جدید، مدل سایپا. اوه بد خالی. وای نمیدونم چرا اینو گرفتم ولی خب استون. وای اینم از یک لایه اندستون میکنیم دو لایه. مخترین کار توی بدوارز سولو این اندستونه. اکنجا رو وای چجوری منو داره میزنه. وای من با زدمش. جی من تو واقعا پی ضعیفم، یا این خیلی نوبه که منو نتونست بزنه، یا من خیلی پرو هم که هم فکر کنم این نوبه. بله. خب بریم واسه دایمنداش. ایران
گذاشتم نتونست. این مچ وینه، ولی این مچ من وین میکنم واسهتون. من چند دقیقه بعد مچ باختم. اشکالی ندارد. یکی دیگه بریم وول بگیریم. این از وول اینو بذارین تو. خب بریم میدل یا بریم گری. بریم بیس گری. اول بریم به همه بدا رو بزنیم. اگه دیدم نه کسی فول دایمند، مثلا فول دایمند و از این چیز داره، اون موقع ما هم میریم میدل. از این پرو هست. اینو بذار اینور میشه، اینو بذار اینجا میشه. یلو از این پرو هست، باید بهش فایربال بزنیم. آخه این تو پرو آیرون دارم من، این همه آیرون و میخوای یه کار روی خیلی مخ کنم دیگه، رو مخ دیگه. بو میخرم. لوزرم من، لوزر. کار عجیبیه. بمیر. شش مرد. خیلی بال. نتونستم از بوم استفاده کنم، ولی خب برم یه فول دایمند شم، بعد میرم با یلا فایت میدم. فقط یه لحظه فول دایمند شم اوکیه. این چند وقت که نبودم خیلی دیگه پرو تر شدم. میریم میدل. چی شد الان؟ بیاد نکن. ایران داره اذیت میکنه. ایران بریم بده یلو رو بزنم یا نه بلش کن. دخ میشون بذار برم فول دایمند شم. مجبورم اینطوری بریش بزنم، میترسم ایران اذیت کنم. الان سر چی من الان افتادم تو وید؟ چرا الان من نرفتم میدل؟ بریم میدل از بیس خودمون. خب اینجا لعنتی. وای هیچی. نه لعنتی نه. وای پیککس چیز داشت، فول دایمند داشت. چی شد؟ وین کرد. اشکال نداره. جیجی. اوکی اینجا خیلی خوبه. این مچ دوست دارم. ریدم اون بره، بعد این بر. کاملا شیفه شدم. جدی میفرمایی؟ اگه درست بتونیم بزنیم.
بادا. خب بریم واسه اوه هیر پولی. ها خب ما بریم حالا واسه اگه نیفتم بیفتم ناراحت میشم. ما بریم واسه میدل. گفتم که این مچ رو میخوام با این استراتژیک برم جلو ببینم چی میشه. اینم از این. بریم. میدل خیلی خطریه جدی میفرمایید؟ ولی خب دیگه مجبوریم بریم. منم اونقدرایی هم دیگه پی وی پی هم قوی نیستش که بیام میدل، ولی استراتژیکمون اینه دیگه. الان فقط میخوام فول دایموند شم بعد برم بده همه رو بزنم. اوکی در رو دست میشه ببینم وای پشتم. وای ای بابا جیجی. اوکی اومدیم به مچ بعد. ما راش میدیم به دایمندا. چرا؟ چون با دایمندا مهمتره از زدن یک بد. رد سریع رفت بد زد. عجیبه. بریم واسه آکوا. امیدوارم رد واسم نیاد. برم رد واسه من اومده. رد واسه من نیومده. خب پس ما میریم واسه امرالد. بریم میدل. ما همسایه‌مون رو زدیم دیگه، با کسی دیگه ای کاری نداریم. اگه ما رو نزنن با فایربال بزنم عصبانی میشم. جدی میفرمایید؟ میشم. دایمنسون فقط یه موقع. میدل. اوه همه رو برداشتی. با این آکواه لامصب باید میرفتم واسه بدش. نایس. پشم تو خواهی امرالد رو بده. امرالدشو بده. فاینال کلش که کردم. اوکی آخه به خودش ندادم، دادم به بغلش. همین بده آکواه رو بزنیم و جی گفتم که آره. با هم آکواه رفته بدم و زده. امیدوارم واید نکنه چون الان بدش میره. کلی بلاک همراه با کلی بلاک. فقط من تمام شد. وین کردم. جی ویکتوری. چقدر باحال وین کردم. مثل تا اینجا ویدیو با من همراه بوده. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگوله هم بزنید روی آل بزنید تا همون من ویدیو گذاشتم خبردار بشین. تا ویدیو بعدی خدافظ.